در ترکیه سال 2023 موفق شد. این سال قبل میلادی او موفق شد قهرمان نوجوانان جهان بشه. 18 سال سن داره دلاور سوادکوی ما، در مقابل قربان شیرایوف که قهرمان اروپا شده 2020 و در مسابقات جوانان دنیا هم 2019 مدال نقره گرفته. کشگیر ما میاد به وسط تشک و کشیدن این هم آقای پژمان درستکار، سرمربی پرتلاش کشورمون، میاد با یه پرش و روحیه بالا. سینا خلیلی که در مسابقات اوزان غیر المپیکی هم خوب کشتی گرفت، اونجا هفتم شد و توانمندی‌های بالایی داره این کشتیگیر. در مسابقات جوانان آسیا هم اون مدال طلا گرفته و سرزی بغل‌های بسیار خوب میزنه. در مورد سرزی بغل خوب زیرگیری میکنه. یه مهاجم هست و باید ببینیم که چه خواهد کرد سینا خلیلی، دلاوری از خطه پناهجویان مازندران، منطقه سوادکوه و اهل زیراب است که آقای مهدی تقوی هم اهل زیراب است و ببینیم که چه خواهد کرد. در سوادکوه است، ببینیم چه خواهد کرد در مقابل این کشتیگیر روس در خانه خودش در مسکو، در شهر مسکو و کار دستش به خوبی کار میکنه در مقابل روسایی که واقعا تو پیچای کشتی، تو زیر و بم کشتی توانمندی‌های بالایی دارن. دستش کار میکنه، عمدی هم در کارش نبود، به خوبی در تلاش هست که بتونه شرایط برای جلوگیری خودش. سینا خلیلی که با باند آبی مشاهده میکنید مرتب دستش کار میکنه تا بتونه گارد حریف خودش رو باز کنه. داور به او تذکر میده، یک کار خطایی نکرد که تذکر بده داور. به هر شکلی باشه سعی میکنن اعصاب کشتیگیر ما رو خورد کنن داوران روسی که کارشون اصلا قشنگ نیست. داور باید بی‌طرف باشه، اما کاملا طرفداری میکنن داورا هم از خودشون است، روس هست و هیئت جوری هم از خودشون. می‌پردازیم به ادامه کار. دیشب هم آقای علی دبیر رهز ناراحت شده بود، آقای ماماشویلی گفته بود آقا 10 شما برنده بزنید کشتیگیران ما کشتی بگیرن، ما اومدیم اینجا کشتی بگیریم. به هر حال این حملات ببین مرتب داره حمله میکنه کشتیگیر ما و دستاش کار میکنه به خوبی، تا اینکه ببینین تو سر و گردن کار میکنه. از همون جای زیرگیری از کشتیگیر روس که ناموفقه و نمیتونه نتیجه‌ای داشته باشه شیرایوف و این هم آقای مهدی تقوی و اخطار رو به حالا جالب به ما میدن، به کشتیگیر ما میدن. اصلا اخطار نداشت، واقعا اخطار 30 ثانیه نداشت. حالا بعد اقدام میکنه یک بار دیگه تا اینکه بتونه خاک کنه و اون اخطار رو خنثی کنه. اخطارا رو تو کشتی آزاد یه جورایی بی منطق و بی رحمانه به کشتیگیر ما دادن تا این لحظه. باز هم برای اقدام میکنه، ناموفقه. 4 ثانیه از وقت اخطار باقی مونده، به دنبال زیرگیری هست و وقت 30 ثانیه اخطار به اتمام رسید. یک امتیاز برای کشتیگیر روس در نظر میگیرن. قربان شیرایوف اینجا یک لحظه سرگردن مهار میکنه، یه لحظه پیش میندازه و سعی میکنه که اصلی خودش امتیاز بگیره که دست رو گرو گرفت. قربان شیرایوف رئیس کار رو نداد. شیرایوف همچنان در وسط تشک تلاش خودش رو بیشتر و بیشتر میکنه و سعی میکنه شرایط برای زیرگیری خودش رو مهیا کنه. مچ دست رو گرو گرفته کشتیگیر شیرایوف هم در تلاش که گارد کشتیگیر ما رو باز کنه، اما مرتب کشتیگیر ما سینا خلیلی دستش کار میکنه بتونه شرایط برای زیرگیری ناب ایرانی خودش به اجرا بذاره. هنر کن برای زیر اقدام یه زیر داخم خودش تکون میره که خاک کنه، خاک 2 امتیاز میگیره بالاخره. یه زیر داخم جذاب و دیدنی سرعتی به دنبال فیدر برانداز، یه فیدر برانداز که نمیتونه به پل بزنه حریف خودش و از توشک خارج میشن. بالاخره یه زیر داخم زیبا تکنیکی به اجرا گذاشت و هنر کشتی ایرانی رو در روسیه به نمایش گذاشت. 2-1 حالا پیش میفته. سینا خلیلی دلاور سوادکوی ما در آوردگاه مسابقات جام پادوبنی، دیدار دوستانه 2 قطب کشتی دنیا، ایران و روسیه در مقابل همدیگه، همچنان در تلاش هست که بتونه شرایط برای فنون خودش مهیا کنه، برای زیرگیری های ناب ایرانی خودش مهیا کنه. ثانیه پایانی وقت نخست اینجا به اتمام میرسه، میرن از مربیان خودشون. آقای مهدی تقوی قهرمانی که 2 سال قهرمان جهان شد و آقای پژمان درستکار سرمربی تیم با او صحبت میکنن. نکات لازم به سینا خلیلی که آینده خوبی رو برای این دلاور مازندرانی پیش بینی میکنیم.
کشتیگیر تکنیکی فنی. ببینیم به چه زیبایی به پا رسید، با چاشنی سرزی بغل خود و 2 امتیاز گرفت اینجا از حریف خودش. به زیبایی به پا رسید، با سرعت بالایی هم اومد به این شکل حریف رو بارانداز کنه که یه سبکی از فیتیل بارانداز هست که نتونست فنا به اجرا بزنه. وقت دوم و مبارزه دوم با سوت داور وسط آغاز میشه. سینا خلیلی از ایران 2 و شیرایوف از روسیه 1. تا این لحظه یک امتیاز هم اخطار دادن. واسم در تلاش هست که بتونه شرایط برای زیرهای خودش مهیا کنه. واسه برای زیرگیری قدم میکنه، یه زیر از ماچ پا و سعی میکنه که خاک کنه، یه خم سعی میکنه تبدیل کنه به 2 خم از همون جای، یه خم تبدیل میکنه به 2 خم تا اینکه بده چاشنی سرش بغل میره که خاک کنه. یه لحظه با عقربک سعی داشت بدلکاری کنه، نتونست از این زیرگیری امتیاز بگیره. پرپه قرص و محکمی داره این روسه، چقه رو بدن راه نمیده، به دنبال زیرگیری و سعی میکنه شیرایوف زیرگیری کنه که با سرگردن رو مهار میکنه، خیمه میزنه روی حریف خودش و 2 کشتی از تشک خارج میشن. 2 بر 1 تا این لحظه. یک کشتی نفسگیر و حساس در آوردگاه مسابقات جام پادوبنی رو شما از آن مشاهده میکنید. مچ دست حریفش رو کاملا گرو گرفته. شیرایوف مچ دست کشتیگیر ما خلیلی رو در ایار گرفته که نتونه رقص پا میکنه تا اینکه بدون جدا بشه از کشتیگیر خودش و از حریف خودش، تا اینکه بتونه زیرگیری‌های ناب ایرانی خودش رو به اجرا بذاره. برای زیرگیری اقدام میکنه شیرایوف. خیمه سنگین از سینا خلیلی پیش میندازه، ناموفقه. هر دو کار میکنن، کاملا حرکات همدیگه رو زیر نظر دارن. 2 کشتیگیر یک بار دیگه قوس میکنه حریف خودش رو. کشتیگیر ما سینا خلیلی تا اینکه بتونه با قوس کردن گارد حریف خودش رو باز کنه، یک بار دیگه قوس میکنه. تو همون حالت که قوس میکنه برای زیرگیری اقدام میکنه. شیرایوف یک خم مالو خود میکنه، تبدیل میکنه به 2 خم و سعی میکنه که اینجا خاک میکنه و 2 امتیاز میگیره. 2 امتیاز میگیره از کشتیگیر ما. درست هم از 2 امتیازش و ببینیم که بله درست است. زیر خم گرفت. از نوعی زانوی مقدار احساس ناراحتی میکنه، از نوعی زانوی احساس ناراحتی میکنه و 1-2 بار هم به داور گفت از زانوی راست احساس ناراحتی میکنه. پزشک مسابقات میتونه بیاد و او رو مداوم، اما با اجازه داور میتونه پزشک بیاد، با اجازه داور که اینجا داور اجازه نمیده تا پزشک بیاد. و به کشتیگیر ما هم به مربی ما هم حالا میگه که بره سر جای خودش، باید پزشک بیاد دیگه. خیلی داوری یه طرفه و به سبک هر موقع مسابقات جهانی توی روسیه و جمهوری استقلال یافته شوروی ثابت بوده، واقعا داوری ها خاص و خیلی یه طرفه بوده. اینجا یه خمون گرفت، مالو خود کرد، آورد بالا، به درستی خاک کرد. ببین به این شکل. بعد تکنیک ناب زیرگیری رو دیدیم به اجرا گذاشت، یاد گرفتن از ما. فیلم ها رو میبینن به خوبی به پا رسید و خوب پا رو جمع کرد، رفت تو و ببینیم به این شکل. این کشتیگیر ما هم مچ پا رو گرفت، بعد از اون یه خم شد، تبدیل هم کرد به 2 خم. گفتیم اینو خاک میکنه که حتی 2 خم هم کرد. چاشنی سری بغل رو اومد به اجرا بذاره با یه عقربک به این شکل. اینجا اومد چاشنی سری بغل رو به اجرا بذاره 2 خم. اینجا اومد بذاره که با یه عقربک ببینیم به این شکل پا رو بالا آورد و اجازه نداد تا اینکه فن رو به اجرا بذاره. کارو خنثی کرد این بار. برو با همین سری بغل خاک، اما بار دوم دیدیم چقدر باهوش بود که اجازه نداد با یه بدلکاری خاک کنه. حالا برای دیگه اقدام میکنه. یک بار دیگه سینا خلیلی درآور سوادکوی ما به دنبال زیرگیری هست، مرتب یک بار دیگه کار میکنه. حالا کشتیگیر شیرایوف برای زیرگیری اقدام میکنه. شیرایوف هم زیرگیری میکنه، اما او هم نمیتونه از دستان پرتوان سینا خلیلی ما عبور کنه. برای زیرگیری اقدام میکنه، با یه رکبی سعی داشت تا دو حریف رو به هم بزنه. سینا خلیلی هم همه جای کشتی میگیره، تو پیچهای کشتی و تو حملات حریف. دیدیم که چگونه سعی داشت رکبی رو به اجرا بذاره، اما اجازه کار رو نداد حریف. روزیگیری او یک بار دیگه برای زیرگیری اقدام میکنه. خیمه سنگین از سینا خلیلی، سرگردن مهار میکنه از همونجا با دستای کشیده‌ای که داره سعی داشت مثل بار اول زیرگیری کنه که اجازه کار رو نداد و داور وسط کشتی رو سرپا میده. 30 و چند ثانیه دیگه باقی هم یک امتیاز بتونه بگیره برنده است. یک امتیاز باید بگیره از حریف خودش. همچنان در تلاش از حریف هم کاملا ببین دستا رو دوچک گذاشته، زانو زده رو دوچک و گارد کاملا بسته. سینا خلیلی هم حمله
میکنه. 20 ثانیه از وقت کشتی باقی مونده. 20 ثانیه. سینا خلیلی در تلاش است اینکه بدون گارد بصریف رو باز کنه، در گارد بصریف در چاشنی سازی بغل ساده زیرگیری کنه که باز هم اجازه کارو بو نمیده. یک بار دیگه زیر خط به پا میرسه، میتونه که خاک کنه حریف خودش رو. ثانیه پایانی 5 ثانیه از همونجا یه لحظه سرداش که یه فن ریسکی بزنه که در این لحظه وقت به اتمام میرسه و با نتیجه 5-2 موفق میشه سینا خلیلی ما رو شکست بده. تو ثانیه پایانی فن ریسکی زد در 2 امتیاز از دست داد. فرقی نمیکرد چه 3-2 میباخت چه 5-2، کارش درست بود. سینا خلیلی هم کشتی بسیار خوبی گرفت. جوان هست، 18 سال سن داره. با 18 سال سن اومده در مقابل یه بزرگ کشتی قرار گرفته، تلاش خودش کرد. به سینای عزیز که جوان 18 ساله سوادکوی است خسته نباشید میگیم و از روزها 4مین پیروزی رو کسب میکنن.